امام محمد غزالی روایت میکند، میگه یک مرد عازم سفر میشود، در راه میپوید، در میشه میرفت، ناخواسته سر راهش یک شیر پیدا میشه. این جان بسیار شیرین خواهد، جانش میگیره و میگریزه خفا. شیر از خفاش تخته اومده است، میآید که راه تمام میشه، از پیش یک جری پیدا میشه، بسیار قعرش چقر، یک بطه به دست شاخی همو بطه را میقپه، یا نوده بطه را خچه اویزان میکنه، اویزان میکنه که پایونه نگاه میکنه که خدمه خیلوه در زمین پرتو مستند، نگاه میکنه یک اژدها اومده است در همو پایان دهنش باز کرده، منتظر ایستاده است که کی همی میغلطیده باشد در کامون فرو ببرمش. ای بالا شیر نعرزد است، ای پایان اژدها انتظارش دارد، بیچاره جانش در تلباسه غلطیدگی، نه بالا برمده میتونه نه پایون رفته. همین وقت دو موشک جگر ریخته دیگه پیدا میشوند، همون نوده را که قپیده است از ده طرف خویدن اثر میکنه، همین یک پوستکش مونده است، پوستی نوده اگر که کنده شود راست میره در قری اژدها میزنه، در کامی اژدها. بیچاره دیگه دست دل از حیات شست است، همون پهلوی جره نگاه میکنه، یک توسنگ کلون، قدرت خدای تعالی همون توسنگ شکاف شده به دست بمرولی زمان، زنبورای اصل یابایی در هموش سروخی های هلچه کرده بیاد، اصلاش نمیوردن در همونجا ذخیره میکردن، افتاب که تفته همون شکافی اصلا بیرون شدیان، وقتی افتاب گرم باشه اصل استوستد حجمش کلون میشه، بعد او کشی جوری میشه، تنه همون سنگ پری اصل هم میگه کویا بچشم، کمتر دستاش تر میکنه، در زبانش میلیسته که با درجه اصلی شیرین های، خب بچه میگه شیرین بدست، یک مشتی دیگه میگیره پر میکنه میخوره، همو قدر به همو اصل اووره میشوه که دیگه شیر هم فراموش میکنه، اژدها هم فراموش میکنه، موشکار هم خاطرش میروه که حاضی هم نوده را میکنن خلاص میکنن. بعد امام غزالی شرح میده که بنده مؤمن، همون شخصی که من قیسش میکنم تی اشته در سرت بگی، او شیر عجله، ای دل صفتی نفسی بدندش مگیر، او جهل نی صورت از این بیش مگیر، کوتاهی عمر بینگر غره مشو، چندین عملی دراز در پیش نگیر. انمو شیر عجل آهنگی تو داره، قدم به قدم اومده است، او اژدها را که دهنش باز کرده است منتظر ایستاده دوزخ، همه که کنده شدی راست میره در قعر دوزخ میزنی، عمل که نداشته باشه. یک مرد ریباخور سودخور کراسین میخورد است خونه سوخته، میم برد از بالای بام میغلطه گردنش میشکنه، همه برن در خواب میموننش، شب در خواب پسرش میدروید، پسرش میگه پدر جان چه حال داری؟ پرسش منکر نکیره چه خیل جواب دادی و تو ای زخته قبر چه خیل خلاص شدی؟ عذاب قبر بر تو چی نوشد؟ بگو بچه جان کدام منکر نکیر، کدام زخته قبر هیچیش نمیدونم، ای همین بالای بام راست در دوزخ غلطیدم. بعضی گناهایی هست، بعضی فسقهایی هست که به حساب و کتاب صاحب شد دوزخ میبره، به سوال منکر نکیر راست دوزخت میبره. گفت ای همین بالای بام راست در قعر دوزخ غلطیدم. انمو اژدها را که دهنش باز کرده است ایستاده است، دوزخ است منتظر ایت ایستاده. او دو موشک، یک تش سفید یک تش سیاه، این همی شب و روز های هر روز طلاب عمرت خویده کم کرده است، یک روز کنده میشه و راست میره در قعر دوزخ میزنه. و او اصلی که او قدر تر مویل کرده است، این همی دنیا های خاک در سر این دنیا که به حد آدم مویل میکنه، به حد آدم غرقه میکنه که دیگه همه را فراموش میکنه.
نمازی را که تکبیر اولش از تمام نوش نعمت دنیا اولاتر است، نماز دیگه در چشم هیچ نمیتونه. یک بابای سفر همسایه داریم، تاکسیست است، ریشش تا ناف شد باور کنید. یک روز میگه داملو طهارت کرده بودم، بخواستم مسجد بیام نمازی پیشینه بخونم که یک کلینتی 10 سومانی اومد. خچکا کنیم اوکی نفقه اهل عیال فرزه همون کلینت گرفتم بردم اومدم که نماز دیروله کردم. گفتم خوب در وسوسه شیطان غلطیدی، خاک در سرت. نمازی را که یک تکبیر اولش از تمام نوش نعمت دنیا بالای و 10 سومانی فروختی، شرم نمیداری؟ یک مرد اعرابی یک روز اومد در مسجد نماز خوند، بسیار سراسیمه، بسیار بیزیب. وقتی که از خانه خارج شد از مسجد در نظر دارم صحابه پیغمبر طعنش زدن، گفتن همین هم نماز شده و تو صدقه نمازت کنه، نخون نماز هم خیلی بخونی. اینقدر سراسیمه مثل مرغی که دانه میچینه سر تا سراسیمه در سجده میزنی. حضرت گفت یگان نفرت بریک و هم نمازش خریداری که نمیفروشش. حضرت ابوبکر صدیق از کفاش برمد، این مرد گفت یا لحظه صبر کن، همون نماز تا بیا با 10 دینار با من بفروش. 10 دینارش 10 سکه طلا ای. گفت دیوانه شدی تو؟ من عبادت خدا را به تو میفروشم. یا گفت با 100 دینار بفروشش. گفت نمیفروشم. رفتم گیری ای کفاش صداش کرد، ای مردک 1000 دینارت میتم. ای مرد گفت قسم به خدا اگر تمام دنیا را بتیم اون نماز با تو نمیفروشم، من عبادت خدا را با تو میفروشم. این نزگره می کپیتالیز آخرتی ما با تو میفروشمش برای همین دنیایی که امروز هست پگه نیست. اما افسوس و صد افسوس امروز احوال ما متقلب شده است. با 10 سومانی نماز جماعت هم میفروشه، ثواب جماعت هم میفروشه. حضرت حاتم اصم یکی از اولیاء الله بسیار شخصی بزرگ است. یک روز سراسیمه مسجد اومد که علاقه مردم نماز جماعت خوندیان، خلاص کردیان. در اومد یکی از رفقاش با نام ابو اسحاق بخاری از جاش خیز گفت یا حاتم انا لله و انا الیه راجعون، تعزیه ما را قبول کن، به سرت مصیبت اومد. بعد حضرت به درد میگه نماز جماعت میگه ترک شد، غیر از ابو اسحاق کسی تعزیم بیان نکرد. اگر بالفرض فرزندم بره هزارها آدم خونم میره برای تعزیه بیان کردن. نمازی که ای فرزند هم بالای، ای زن هم بالای، ای مال و ثروت دنیا بالای فوت میشه کسی پروا نداره، گویا هیچی نشده است. لو مات لی ولد لعزان اکثر من 10,000. اگر پسر میمرد 10,000 آدم اومدن تعزیه بیان میکردن. لان مصیبت الدین اهون عند الناس من مصیبت دنیا. چرا؟ زیرا مصیبت دین امروز در چشم مردم از مصیبت دنیا دیده کمتر شده است. پس این نمازی که با جماعت ما و شما میخونیم یک هدیه الهی است برادران، این نعمت الهی است. باید شب و روز شکرگزاری نعمت خدا را کنیم که ما و شما را خانه خچه روشن نشان داد، ما و شما را اهل مسجد کرد، ما و شما را اهل سجود کرد. میاییم عبادت خدا را میکنیم در ساعتی که معزین به امر خدا بنده های خدا را به خانه خدا دعوت میکنن. این میفهمه چی دولتی بزرگه. در حدیث قدسی اومده است خداوند بزرگ میگه این بیوتی فی ارض المساجد، با درستی که خانه های من در روی زمین مسجد ها هستند. فطوبی لمن تطهر فی بیته ثم جاءنی زائرا. پس خوشا به حال او بنده من که در خانه طهارت میکنه یا غسل میکنه بعدم به زیارت من بیاید. یعنی که شخصی که به مسجد بیاید خدای تعالی او را زائر خود خوانده است، زیارت کنی خود خوانده است. یک شیخی تبرک باشه
صدها کیلومتر هزارها کیلومتر زیارتش میریم که همین شیخ بسیار شیخ متبرک است. خانه خدا هستی. کسایی که به خانه خدا میان زیارت خدا میآیند. خشاب به حال شد. و خدای بزرگ با او بنده هایی که در مسجد بیاین و با ذکر مشغول میشوند فخر میکنن. فخر میکنن. خدایی که ما را آفریده است از یک نطفه آب منی، خدایی که پدر ما را از یک مشت خاک خلق کرده بود، به همین بنده های ناشد خودش فخر میکرده است که ای ملائکه ها ببین بنده های مرا، اگر چند هوا گرمه، اگر چند داخل مسجد بوغای، بعد عبادت من با ششتی از ذکر گوش میکنن، قال الله و قال رسول الله گوش میکنن. شما نمیگفته که پروردگار رو در روی دنیا آدم خلق نکه که خونی به ناحق میریزن، جور میکنن، ظلم میکنن. اینا ببینه بنده های مورا. خشاب به حال کسی که پروردگار به او افتخار کرد. کدامین دولت دانی تزیم بیش که خواند کردگارت بنده خیش. از این دولت زیادتر میشه و که خدا بگه که فلانی بنده ما. یک رئیس ناحیه اگر در مجلس تعریفت کنه تو یک ماه ای شادی را در کرتت نمیگنجی که رئیس تعریف کرد. سبحان الله. و یک رئیس اگر یک بار سلام کنی تو یک ماه خرسندی میکنی میگردی که با فلانی با دستکی سلام کردم. خدای بزرگ با اون مجد عظمت که آفرنده همه این رئیس های با بندش افتخار کنه. قسم به خدا از این دولت زیاد نمیشه. آن عزیز گفت شد 70 سال تازه شادی میکنم و از وجد حال که این چنین زیبا خداوندیم هست، با خداوندیش پیوندیم هست. یک بزرگ میگه که 70 سال شده است که از شادی و خرسندی را در کرتم نمیگنجم که اینقدر خدای بزرگ دارم، خدای مهربان دارم، خدایی که امرم کرده است که پیش قرائت قرآن بسم الله الرحمن الرحیم بگو، به نام خداوند بخشاینده و مهربان. این خدایی که به من ای بنده مؤمن گفتم راجعت میکنم، ای بندگان من گفتم راجعت میکنم. تو مشغولی به جویایی عیب کی کنی شادی به زیبایی غیب. تا وقتی تو عیب جویی میکنی که این مردک وقتی ما را گرفته است در اینجا لقلق میکنه یا بچه ای را دهنکش کج بدست یا صداش نافارم بدست، تا از کجا به زیبایی غیب میرسی؟ از کجا زیبایی غیب ببینی؟ عیب چشم بکشایی به عیب دیگران، چون بگویم عیب خود کوری بران. عیب دیگران را میبینی اما در خود چنان کوری هستی. فلانی فلان کرده است، بسمدانی را اینه قداد است. و خودت یک اندیشه که پروردگار بزرگ مگر به تو نعمت نداد؟ کم نعمت داد است. اگر قسم به خدا هم علیس بگذاریم همه شکرگزاری بدن سالیمونه سال 12 ما سرمونه ای سجده الهی نبرداریم ادا کرده نمیتونیم. فقط همه شکرگزاری بدن سالیمه. بدن سالم که اعضاهای زیاد داره. قسم به خدا اگر فردا روز قیامت خداوند ما را مناقشه کنه ما شکرگزاری همین ده چشم بینامون کرده نمیتونیم، چه برسه به دیگه اعضای بدن. افسوس صد افسوس که به قدر این نمیرسه. شما بزرگی و نعمت چشم بینا را از کورا جویا شوی، نعمت دو گوش شنوا را از کرا بپرسه، نعمت سلامتی بدن این پاهای را که حرکت میکنند میروند از آدمای شل از آدمای مفلوج بپرسه که چی نعمتی بزرگ است. افسوس که نمیفهمه. یک بزرگی به دست از بنی اسرائیل قصه میکنند، عصرهای پیش زندگی میکرده است. در شهر از بس که مردم فاسق و فاجر در شهر زیاد بودن، بیچاره یه روز پیش خدا التجا میکنه که پروردگارا من در اینجا به طوری باید شاید عبادت ترا کرده نمیتونم، همین مردم فاسق و فاجر مانع میشوند. یک بدبخت زیناکار را میبینم
تا خیلی مدت غمگین اندوهگین میشم. یک آدم بینماز میبینم تا خیلی وقت در فکر اون میغلطم. من نمیتونم که با تو خلوت کنم پروردگارم. نوعی که از این مردم فاسق دور بغلطم، در تنهایی عبادتی تر کنم. قصه کوتاه یه روز که جای سفر میکرده است، در کشتی سوار میشود. کشتی در گرداب میغلطه، در گرداب میغلطه، سرنشینای کشتی همه غرق میشوند. خدای تعالی همین راهب و عالم نجات میده. در یک تخته شکسته همون کشتی میچسبه، پروردگار همون را با توسط شمال میاره، در یک جزیره میبرورش. یک جزیره ای که مسافش 100 زیرا در 100 زیرا بوده است، 100 گز در 100 گز، پهمیشم و درازیشم، در بین بحر شور، در میان همون سن یک چشمه که آب شیرین جاری، در لب چشمه یک درخت انار سبزیدگی. میآید سایه همون انار را میگیره، گرسنه مونده بود در او آب، تو از غرق نجات میشود که خیلی انرژی صرف میکنه. میبینه که در تنه در انار یک درخت، در درخت یک اناری سبزیدگی، انار را میشکنه میخورد، از آب استعمال میکنه، بعد به عبادت خدا مشغول میشود. همین یک کپچک میکنه از برگای درخت، 500 سال در سایه همون درخت عبادت خدا را میکنه. ای همه دو فقط به عبادت خدا مشغول. 500 سال مردم پیش عمرشو دراز بود، کم عمرترین مردم اینمی عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اینمی خلق آخر زمان. حتی روایت بکنن یکی از صحابه پیغمبر بوره در یک جزیره میغلطه، یک کمپیرک هم میبینه که گریه داره بالای سری فرزندش، بچه مای پیشش میاد میگه موما، میگه بچه چند ساله بود؟ میگه 300 ساله. سبحان الله. میگه ای تو 300 ساله را میگوی جوانمرد شدی بچه ما 60-70 سال عمر میبینیم، میگیم خیلی عمری دراز دیدیم، این نخود در 300 بگوی جوانمرد شدی. خدا چند ساله ای؟ میگه خودم 500. من میپرسش نخواهم عمری شما میخواه کم باشه؟ بله میگه ماما دراز عمر ترین ماما 70-80 عمر میبینن، نباشه اکثریت در همین 40-50 دنیا میگذرن میرون. با میگه همه عمری اندک کرایی میکنه که با تو سفر کنی و وقت بگذرونی. قسم به خدا اگر عمری ما 60 سال 70 سال میشید، سر ما ای سجده الهی نمیبرداشت. میگه کمپیر بینه همین مردک هم از بنی اسرائیل 500 سال عبادت میکنه. وقتی که مردنش نزدیک میشه، مردنش اولیاء الله احساس میکنه، دعا میکنه که پروردگار رو در وقتی سجده جان ما قبض کن، تا اینکه فردا روز قیامت وقتی که بنده ها حشر میکنی من ای سجده بخیزم. در همین وقتی سجده بود که عزرائیل جانش قبض می. در خبر است که وقت فردا روز قیامت خداوند حشر میکنه بنده هاشم، با این مرد عابد مراجعت میکنه که تو بسیار مرد صالح بدی، خدا ترس بدی، نماز خوان بدی، بیا با فضل من داخل جنت شو. این فضلش با قول امروزه چهره است قطعی بیا بودم. این عابد میگه پروردگارو چرا با فضل؟ آخه با فضل همون گناهگارا هم داخل جنت میشوند. با فضل میبینم بعضی بینمازا هم داخل جنت شدستیان. من میخواهم به عدل بدرم، به حقیقت بدرم. آخه من غیر عبادتی تی یگان کار دیگه نکردم، با یگان عمل دیگه مشغول نبودم، نخواهم هم با چهرهز بدرم. حضرت خداونده میگه بسیار خوب، کوب بکشینش یک در ترازوی اعمال عملاشا بگذاره. در یک پله ترازو 500 ساله عبادت عابده میمونن، در پله دیگرش فقط شکرگزاری ده چشم بیناره، ده چشم 500 ساله عبادت شکری اما بینویش نمیشه، شکری ده چشم بینوش نمیشه. پروردگار میگه اکبری در دوزخ پرتوی میشه.
ولی این شکری دو گوش شنوا و او زبان بلبل گویا و او قلبی از محبت خدا مولامول که او همش مندگی هست. ولی شکرگزاری این چندین هزار اعضای بدن سالمه که خدمت او را میکرد، این ناسپاس انا را میزد خواب میکرد، بیچاره معده او را حل میکرد، هضم میکرد، سفیده استخراج میکرد، خون استخراج میکرد. همه این را اگر حساب و کتاب کنیم شکرگزاری این دندانایی که طعام میخویدی میده میشید، شکرگزاری اون لعابی را که ازیری زبانت آب میبرونه تا اینکه لقمه تر شوه، اگر اون لقمه خشک در حلق بروه هم حلقه میدرونه. ولی یوش حساب و کتاب نکردیم، برای در دوزخ پرتویش. بعد گریه و نولده میزنم، پروردگار عوف توبه کردم با فضلت بگی. بعد میگه هی عابید ترا که عابید کرد؟ آخی در گرد دی قدر فاسقا زیاد بودن، ترا کی در همین راهی مستقیم هدایت کرد؟ میگه پروردگار تو. آخی میگه خونه سوخته کشتی غرق شد، این قدر جوانای با قوت، این قدر مریکا همه بحر در غرق شدن رفتن. تو یک آدمی فرتود چه خیل نجات یافتی؟ تو آوازی را نمیتونی کی نجات داد؟ میگه پروردگار تو. در یک جزیره که 100 زیرا در 100 زیرا یک تخت سنگی، این آب شیرین کی جاری کرد؟ میگه پروردگار تو. آخی میگه ای جوانمرد کدام درخت هر روز میوت میکنه؟ این درخت ها موسمی هست، یک موسم میپزنه با خشک میشود. هر روز در او درخت انار کی میسوزان؟ میگه پروردگار تو. آخه همه را که من کرده باشم تو چی دعوا میکنی؟ همه از من به دست و برای چی میگم که با فضل ما داخل جنت چند میدرون؟ پس این هدایتی که ما و شما یافتیم، راه مسجد خداوند برای ما نشان داده است، در قلب و محبت نماز جا کرده است. قسم به خدا نعمت است که اگر تمام عمر شکرگزاری نعمت خدا را کنیم، ای هزار یک شکرش عدد کردن نمیتونیم.